عروسی دوست دار، در من گمان دارم خودت انتخاب کردی، عروس خودت دوست داشتین، گرفتی پدر و مادر در این کار راضی شدن. بنابر همه عاشقی شما عاشقی یک هفتینه نشوه، یک ماهه نشوه، بلکه محبت شما محبت یک عمره شود. از کار می بیایی از راه یک دسته گلگیر یا یک دانه گلگیر یا دو دانه گلگیر، یکی را بیار مادرت، مادر از همه سزاوارتر است به این گل که تو را به دنیا آورد و کلان کرد و نوازش و مهربانی کرد. یکی را به عروست بگو عروس مانند این گل همیشه خوشبو و شکوفا باشی. این سبب زیادتی محبت میشه. یا رسول الله من 3 تنگه داشتم، یکیش برای مجاهدان دادم در جهاد رفتن، یکیش غلام خریدم به خاطر خدا آزاد کردم، امر پروردگار از فک و رقبه، یکیش برای خانمم لباس خریدم، خوشبویی خریدم. شما به من گویا این 3 تنگه که من صرف کردم کدامش ثوابش زیاد است؟ حضرت گفتن تنگه که برای خانمت صرف کردی، لباس خریدی، خوشبویی خریدی یا شیرینی خریدی، بزرگتر است از روی ثواب از اون 2 تنگه که در جهاد و در دیگر جا صرف کردی. ببینید اسلام چی دین است؟ مضمونش عمل میکند، زندگیش موافق به این مضمون کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میسازد. او وارث پیغمبر است. بنابر همین انشاءالله خاندان شما میشود گویم که از جمله خاندانی است که به اسلام به دنیا آمدید، با اسلام کلان شده. انشاءالله امید دارم که با اسلام از این عالم میرید. امید دارم که فردا در زیر لوای حبیب خدا در بستان سرای بهشت خدا و ما را یک جایی میکند. زیرا که رسول اکرم خوشان وعده کردیم از مرء مع من احب، هر شخص و همراه دوستش است. بنابر نصیحت اولی من برای شما معراج دین برادر عزیز، اول در باب خداشناسی است. در این باب خیلی با دقت باش، عروست هم تاکید کن که 6 رکن ایمان باید خوب در یادتان گیره. یکم ایمانی به پروردگار و به همه نامها و صفتهاش که آفریدگار این عالم است. دوم ایمانی به ملائکه های الهی. سوم ایمانی به کتاب های خداوندی. 4 ایمانی به پیغمبران بزرگوار او. 5 ایمانی به تقدیر. در این باب تقدیر هوشیار شوید. امروز بسیاری آدم ها خیال میکنن که تقدیر نیست. انسان تقدیر سازی خودش است. این خیلی هم خطا هست. اگر کسی به این عقیده باور دارد و از اسلام خارج است، از ایمان جداست، در هیچ چیز در این عالم از تقدیر خداوندی بیرون نمیشه. بنابر شما گویه که من خدای هر چی برای من تو مقدر کردی، قضای تو به او رفته است، چی در حیات عائلوی خانداری، چی در حیات جامعه، من به همش راضی هستم. بنده مومن وقتی که باوری به تقدیر خدا داشته باشد، او آرامش دارد، او صبر دارد. کسانی که میگن تقدیر به دست خودی ماست، چی خواهیم میکنیم، من به ایشان میگم اگر تقدیر به دست تو باشه کنی کسل نشو، تقدیر به دست تو باشه کنی پیشپایی نخور، تقدیر به دست تو باشه کنی یک میلیونر شو. نه عزیز من، تقدیر به دست تو نیست. تقدیر به دست صاحب این آسمان و زمین و عالم موجودات الله رب العالمین است. پیش از آن که تو به دنیا بیایی در کسیت عمر تو نوشتگی است که تو چند قدر عمر میبینی، چند قدر رزق میخوری، چی کارها میکنی، چند قدر تن ساعتی، چند قدر بیماری، همش برای تو نوشتگی است. از او زیاد و کم نمیشود. گفتی شاعر رضا به داده بده و از جبین گره بشکشای که بر من تو در اختیار نقشود است، دست تو در نیست. بنابر همین باید این رکنهای ایمان هر فردی مسلمان داند. رکن آخر ایمان معراج دین برادر عزیز باوری داشتن به روز قیامت است که فردا در پیشگاه خدا ما هممون با از نو زنده می شویم برای این حیاتی که خدا به ما داده بود، برای این زندگی که در این دنیا خدا برای ما داد و اسبابش مهیا کرد. در این دنیا ما را آزادی داد و به اختیار خود گذاشت و از همه قیمتترین چیزی که عقل است برای ما داد
ما را تکلیف بندگی کرد با فرستادن پیغمبراش و کتابهاش. در این دنیا اگر امر خدا و فرمانی او رو به جا بیاریم، فردا دنیای دیگر مکافاتش بستان سرای بهشت است. اگر در این دنیا سرکشی و نافرمانی کنیم، جنایتکاری کنیم، خلاف قانون خدا و قرآن رفتار کنیم، فردا در پیشگاه خدا جزاش زندان پر عذاب دوزخ است. قرآن سرتاپا این وعده و وعیدها رو برای ما بیان میکنه. بنابراین خیال نکنه که انسان با مرگ از صحنه خارج میشه و میره و همین تمام. نه، اگر این تو باشد برای ظالم ها، برای زناگارها، برای خونخوارها، برای رباخورها این مرگ راحت است. نه، گفتی حضرت علی فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء. اگر مرگ فراموشی میشد، مرگ نابود شد، رفتن میشد، دیگر حیات دیگری آینده نمی بود، برای ما راحت بود، خصوصا برای آدم های شهوانی و شهوت پرست. ولكن اذا متنا بعثنا لكان يسأل كلنا عن كل شيء. حضرت علی میگفتن عزیزی من هوشیار شو که بعد از مرگ تو حتما زنده میشوی. همون خدایی که تو در هیچ جا نبودی پیدات کرد، از دو قطره آب به این صورت زیبا آفرید، به این چشم شهلات رو آرایش داد، به این مژگان‌های سیاه و به این ابروبان سیاه تو رو زینت داد. ان همون خدا با تو رو از نو زنده میکنه برای پرسش این حیات، برای حساب گرفتن این حیات دنیا، برای ریویزیه کردن این حیات. تو رو خدا حتما میپرسه چی کار کردی، چی بندگی کردی. فوربك لنسألنهم اجمعین اما كانوا يعملون. یا الله، خدا در اینجا به سوگند یاد کردی، به تأکید بالای تأکید یاد کردی که قسم به عظمت جلال و من همه شما را از قبر زنده میکنم در روز رستاخیز. شما را میپرسم که چی کار کردی در این حیات من دادگی، چی بندگی من کردی. این چشم شهلا را من به تو دادم، به این چی کاری کردی، چی را تماشا کردی؟ آیا مصنوعات دیدی آسمان و زمینه؟ آیا کوه را دیدی با همه حیوان ها و درنده هاش و درختاش؟ آیا صاحب این کائنات، صاحب این کوه و دشت ها را یک بار تفکر کردی که او کیست؟ چشم برای اوست، چشم برای تماشای صحنه تلویزیون نیست، چشم برای تماشای کنسرت و فیلم های تلسریال نیست، چشم برای عبرت گرفتن است، چشم برای خداشناسی است. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فرو گیر و دوست. عیب برادر تا نکاو. خلاصه ایمان به روز قیامت رکن ششم ایمان است. باوری داشت. کسی این شش گفتگی من اگر یکیش شبهه داره، اینجا پدر و مادرها هستی، خواه بچهاتان خواه دختراتان نکاحاتان درست نیست. باید فرزنداتان فهمانی که عزیز من تو مسلمان هستی، باید اینها رو دانی. بگو که من باور دارم به خدا، به همون نامهای او، باور دارم به هر چیزی که پیغمبر بزرگوار از نزد خدا آورده است، باور و تصدیق دارم. نمی شود او رو مسلمان گفت و نکاح کرد. دویم نصیحت من برای میراجدین عزیز این است که با عروس و زندگانی خوب کنید. بعد از بندگی خدا، البته در باب نماز و بندگی چی زیاد صحبت های شما شنیده است. با عروس و زندگانی خوب کن. عروس دوست دار. در من گمان دارم خودت انتخاب کردی، عروس خودت دوست داشتین، گرفتی، پدر و مادر در این کار راضی شدن. بنابر همه عاشقی شما عاشقی یک هفتینه نشوه، یک ماهه نشوه، بلکه محبت شما محبت یک عمره شود. عشق شما با یک دیگر عشق یک عمره شود. نکاح به خاطر همین است. نکاح به خاطر طلاق نیست. رسول اکرم نهی کردن کسانی که ازدواج برای خاطر شهوت رانی و طلاق میکنن. بنابر همین یک دیگرتان دوست داری بچن. پیغمبر خدا میگه این من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا لاهله و الطفهم به. بهترین مرد مسلمان در عائله همون مرد است که
با همسرش اخلاق خوب دارد، چهره کشاده دارد، زبان شیرین دارد، نوازش و مهربانی دارد، تبسم و جوانمردی دارد. عزیز من معراج، بگوی که از کار میبیایی، از راه یک دسته گلگیر یا یک دانه گلگیر یا 2 دانه گلگیر یکی رو بیار مادرت، مادر از همه سزاوارتر است به این گل که تو رو به دنیا آورد و کلان کرد و نوازش و مهربانی کرد. یکی رو به عروست بگو عروس مانند این گل همیشه خوشبو و شکوفا باشی. این سبب زیادتی محبت میشه. این است مؤمنی حقیقی. هرگز رسول اکرم مؤمن هایی که در عائله با همسراشان بد اخلاق بودند، حقارتچی بودند، بد سخن بودند، اونها رو دوست نمی داشتند. حتی رسول اکرم در حدیثان نهی کرد دیگه است که فرصت یکو بیان اونها نیست. بنابر خوش اخلاق شده شد. انشاءالله شما خوش اخلاق شده، عروس هم نسبت شما با آداب و خوش اخلاق میشه. ما تاجیک ها مقال داریم که صدا از 2 دست میبرد. یعنی مرد زبان شیرین و مهربان و با آداب باشه، همسر هم زبان شیرین و با آداب میشه. بنابر همین عروس رو دوست دار بشه. بهترین هدیه برای عروس رو انتخاب کن. در رسول اکرم دن همون پولی که شما در زندگی برای خانم تا صرف میکنه، این دوام حدیث ابو داود است. یک شخصی پیش رسول الله گفت یا رسول الله من 3 تنگه داشتم، یکیش برای مجاهدان دادم در جهاد رفتن، یکیش غلام خریدم به خاطر خدا آزاد کردم، امر پروردگار است فک و رقبه، یکیش برای خانمم لباس خریدم، خوشبویی خریدم. شما با من گویا این 3 تنگه که من صرف کردم کدامش ثوابش زیاده است؟ حضرت گفتن تنگه که برای خانمت صرف کردی، لباس خریدی، خوشبویی خریدی یا شیرینی خریدی، بزرگتر است از روی ثواب از اون 2 تنگه که در جهاد و در دیگر جا صرف کردی. ببینید اسلام چی دین است؟ اسلام تا کدام حد خانم، زن، دختر مقامش بلند میبردارد. اسلام هیچگاه برای پایمال کردن حقوق زن آمدگی نیست. اسلام دین است که زن قطار مرد حقوق برابر با مرد داد، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اسلام است که از بین تحقیر زن منع کرد. اسلام است که شوهرها را امر کرد همسراشان رو با نفقه تامین کنند، با جای خواب تامین کنند، با زبان شیرین چهره کشاده به اونها معامله کنند. را رسول خدا نهی کردن ولا تقبح، زناتان سخن درستی که سبب ناراحتی شود نگوی به اونها. حتی در حجت الوداع رسول اکرم سخن آخرینشان برای حقوق زنها رو برداشتن و بلند کردن بود با ما و شما که در